رفقا سلام و درود، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و خیلی خوش اومدین بازی جف امپایرز. فقط بهتون بگم که ما 5 تا بازی توی سولو یا تک به تک بازی کردیم، هر 5 تاش هم بردیم و وین ریتمون الان 100%. کلا باختی نداشتیم. با 5 تا بازی تونستیم به رتبه 277 بازی برسیم. راستش رو بخواید به نظرم اگه با عثمانی و روسیه بخوایم بازی رو ادامه بدیم میتونیم راحت به 10 نفر اول برسیم. الان نفر دهم دانفاله، ما یه بار قبلا دانفال رو شکست دادیم. مسئله اینجاست که اگه ترجمه کنی توی تک به تک، اولا یه سری مپ‌های جدید اومده که ما تو هیچ کدوم بازی نکردیم. از یه طرف هم تمدن‌ها آپدیت جدید گرفتن. واقعیت اینه که من خیلی دوست دارم که بعد با یکی دو تا تمدن بازی نکنیم، بیشتر دوست دارم با همه تمدن‌ها بازی کنیم. مثلا اینه که اینجا آدم یه انتخابی داره، یا میخواد وارد رتبه بندی بشه یا میخواد برای خوش‌گذروندن بازی کنه. به هر حال که بازی شروع شد و همچنان میخوام بهتون پیشنهاد بدم که فعلا بیاید به عثمانی بازی کنیم، مخصوصا که نگاه کنید یه مپ جدید داریم، مثلا نمیدونم این مپش چیه. روالیه‌های صلیبی جلومون افتاده. در مورد این تمدن هیچ ایده‌ای ندارم باید چیکار کنیم بچه‌ها. اصلا اون میخواد چیکار کنه. ببین من خودم راستش رو بخواید با اون تمدن 2 تا بیس میسازم، ولی اون روز داشتم به آمار سربازش نگاه میکردم، یه استراتژی دیگه هم داشت به ذهنم میرسید، این که اول کار آدم میتونه راحت دشمنش رو راش بده چون پیاده نظامش خیلی قویه. نکنه طلا اینجا، وای طلا اینجا هم کمه. اوکی این موضوع رو نباید فراموش کنیم. و آره من نمیدونم توی تک به تک با این تمدن میخواد چیکار کنم. متاسفانه که نمیشه لول دشمنت هم نگاه کنی. اگه مثلا میدونستم لول دشمنمون بالاست پایینه، میدونستم راحت‌تر انتخاب کنم با چه تمدنی بازی کنیم. قبلا این کار رو انجام میدادم وقتی میدیدم بازی خیلی بازی سختیه یا لول دشمن خیلی بالاست، رنگش بالاست، میرفتم سراغ تمدنایی که مطمئن بودم خوب بازی میکنم. الان دیگه نمیشه توی آپدیت جدید این کار رو انجام داد، یعنی نمیتونی به پروفایل دشمنت نگاه کنی. این هم خودش خیلی برام مشکل شده توی انتخاب تمدن. یکی از دلایل اصلی که با یه تمدن بازی میکنم با 2 تا تمدن بازی میکنم همینه. چرا آهوی اینجا 5 تاست؟ چرا کلا 3 تا گوسفند داریم، 4 تا گوسفند داریم؟ نمیتونم درک کنم. مپش مپ عجیبیه چون طلا اینا خیلی زیاد داره ولی خب طلاش کمن. اوه شت، قرمز اینجا رو گشته. یه نقشه ای دارم بچه‌ها. ما اینجا رو گشتیم و میخواد بیاد اینجا. بهتره بریم پشت اونو بگردیم. حالا یا اینجا باشم. اجازه بدید گوسفندا رو اینجا بذاریم. یه خورده میشه این ورتر گذاشت و اجازه بدید کارگران رو مارک کنیم. منابع غذایی احتمالا مشکل خواهد شد تو این مپ. به اینجا الان ما طلای مورد نیازمو جمع کرده باشم. برید اینجا، شما هم این ور باشید و بریم برای اینجا بعدی. من همچنان اینجا میسازم چون 3 تا بهمون تاجر. بچه اینا رو داشت میزد، 3 تا بهمون تاجر میده. این نش چوری رو غذا نمیدم بهمون. آره بهتون گفتم این ور رو نباید کشته باشم. اوکی این خوب نبود. تو اینو بستم گوسفنده خورده این ورتر. یه اینجا خب اوه سر اینجا رو ببینید. من جاش باشم یا اینجا قطعا هر کی بره اونجا اصلا پاره میکنه اقتصادو. نگاه کنید 2200 این هزار داره کلی اینا و کلی هم میوه ها. واقعا اونجا خیلی عجیبه چون اونجوری انداخته. امیدوارم برای ما همینجوری باشه. بریم پشت اونو بگردیم. البته بهتره به یه نکته توجه کنیم، این که نگاه کنید اینجا چه جوریه، ممکنه برای اون همینجوری باشه. نه اینجوری نیست، اینجوریه. بیمش اینجا اما همینجا باشید. رفتش یه جا بعدی داره طلا جمع میکنه، میخواد حمله کنه. این احتمال وجود داره، داره طلا جمع میکنه، احتمالش وجود داره. داشت چوبم جمع میکرد. او رفتش برای ترید. چه سریع اینجاش. اوه نه رو باید سریع بسازی.
نمیدونم اصلا با کجا داره ترید میکنه. بیا اینجا. بذار اینجا رو کامل بگردم، بعدش بریم سمت خودمون رو بگردیم. مکس شدیم. اینجا دو سنگ زیادی داره جمع میشه. حواسم نبوده همینجوری روی سنگ اون فرستادم. ای وای گوسفنده رو دیدید اونجا؟ فکر کنم باید اینجا رو ول کنیم. اینجا اینجا دو اوکی الان بهتره. اینجا باشید. بذارید ببینم تموم میکنه. برید اینجا. دو شما همینجا باشید و شما اینجا بس بین بر. اینم از این. امیدوارم هرچه سریعتر چوبمون رو بدم. به اینجا. خب داره تجارت خوبی میکنه با اونجا. جدی میگی یه دونه طلا؟ چرا؟ آنسامون نگو کنید. بودو اما با همینو بسازید. اما این آهو رو هل بدم به سمت بیسمون. خب سربازش اینا هم بید اینجا و کارگری جدید این قسمت باشم. اینجا اجازه بدین رو هل بدم. یه خورده غذا نیاز داریم همین الان، برای که بتونم ریسرچو بزنم. به نظرم چوب زیادی نیاز خواهیم داشت به زودی. اینجا باشید. شما این ور یه خورده جلوتر و شما همینجا باشید. ول کنید. اینجا اینو ریپر کن. بذاریم من این رو مارک کنم. کارگری زیادی اونجا نداریم. البته بایستا. ای چرا بیمار اوه شت حواسم نبود. گفتم احتمالش هست بزنه ولی خب ریپرش کردیم. جالب خودم گفتم بعدش هم نگاه نکردم. به اینجا دو هول ایول. ما به غذا اینجا نیاز داریم، به دنیا نمیشه بازی کرد. اینور البته یه دونه از نمی ساختی خوب میشد. برو دیگه پسر، چرا داری اذیت هم میکنی؟ چه جوری چه سریع؟ این هم سریع نمینداخت اصولا. اوکی اینجا سرچ اینجا رو میزنم. مرسی. اینور باش تو هم به اینجا یه دونه خونه و بول میدیم. برین چالا یه نفر بیکار همینجا بسیار بذارید بگم میتونیم حالت بکشم. ایمد باش. خب الان باید بتونیم اینو بزنیم. بزن اینجا این هم بزن. شما اینو بزن. اوکی اینم از این. اجازه بدید من اینو اینجا بسازم. بیبر جلو بذاریم چه خبره. ولی میدونم که داره ترید میکنه. بدونم از اینا بساز. ایزده اوه شت. پس میخواد راش بده. بذارید سرچ اینجا رو بزنم. نه کارگر اینجا باشه. شما هم با همینجا باشید و از سریع از این استفاده کنم. دیدیم ور آرچر میگیریم. شما اینجا بساز. اینجا بذارید ببینم باید چک کرد. یه خونه دیگه اینجا باش. مارک 2 مارک 3 به نظرم دیگه از اینو بسازیم. آهو به نظرم باید منابع خوبی بهمون بدم. یه دونه مهتر سپاهی
و ریسرچ اینجا رو میخواستم بزنم. خورده چوب میفروشم. دوباره خورده چوب که اینو بتونیم بزنیم. و کارگرای بیشتر حالا دوباره اینجا. دیده با اینجا داره هم میسازه آره. نیمش آرچر. ممکنه تعداد سربازامون کم باشه. اینم اینجا بساز. اوکی. آرچر و آرچر. ما به مهتر و سپاهی بیشتر نیاز داریم. اینجا باشید. کارگرمون هم اینجا. برید داخل. برید جلو. بذار من ریسرچ اینجا رو نمیتونم بزنم. یار باشید. ما همین اینجا بساز. یه خونه و ریسرچ اینجا رو بزنیم. این جلو. بذار ببینم چه خبره. خب 3 تا رم داره. بریم داخل. آره. برید داخل. و آرچر. اینجا. این بر باش. شما بید اینجا. بزن. شما اینجا رو ریپر کن. بیمر. بزن. متاسفانه ریسرچ زمانو نداریم. بزنید. برید داخل. و سرباز. محترمون رو زد. نمیشد در موردش کاری کرد راستش رو بخواید. بیمر. بزن. سرچمون رو زدیم. مشکل بعدی شد. اما اینجا ریپر کنید. بزن. سپاهی ها نیومدن بیرون. بزن. خب شما به اینجا. اینو بزن. بزن تدنی رو بندازم. اوکی. بیمر اینجا باش. یکیتون داخل. ریسرچش رو الان زدیم. بزن. اینجا. ایوه. اینجا باش. به جلو. نه اینور باشید. سر کارتون برید. اینجا. گفتم به اینور. تو هم اینجا بکش. برید اینجا. خب مشکل غذا داریم. بچه ها این ریسرچ رو داریم. میتونم ازش استفاده کنم در صورت نیاز. شدیداً مشکل غذا هست و امیدوارم بشه حلش کرد. بذارید دیده بانم بفرستم بیرون. اینجا باش. شما با هم آرک 1. اینجا نیست. اینجا هم نیست. از کجا داره غذا جمع میکنه؟ بیمش. اینجا. بیمر. آرچر کمتر. مهتر و سپاهی. رم دارم. 2 تا کمه. برای حمله رمای بیشتری میخواد. برو داخل. بید اینجا. نه فعلا نری جلو. ای وای. چند تا از کارگرامون مردن. اینجا باشید. بهتره. نه کارگرای بیشتر نمیفرستم. شاید هم بهتر بشه بفرستیم روی چوب. اون بدون چوب نمیشه. بید اینجا باش. میده بانمون جلو. داره رم بیشتر میسازه. این یا سربازش. دید اینجا. رم و بهتر اینوار مواظب این یورو باشم. خیلی بهتر مواظب باشیم. میتونم نیزه دارم بگیرم ولی نه. اومد. دوباره همون داستانه. دید اینجا. بذارید بگم اینو فرق کنه. اینا سنگی نداره. بزن. برو داخل. بذار اینو فرق کنیم. دید اینجا و بریم بیرون. دید اینجا. اینو ریپر کن. بزنید. بی جلو. بزن. شما اینو رو بزنید. بیمر. بزن. شما قدرت. نه بیمر. بزن.
کارتون تمام شد اینجا باشید. برید بیرون. نه دوباره بیاید داخل. وای اینجا قرار نبود بره. اینجا برو داخل. اینجا نمیتونه بزنه. نه بزن. اینجا باشید. حالا بذارید بگم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینجا کار کنید و چند تا از شما هم اینجا باشه. 2 چند تا هم دوباره اینجا باشه. بذارید بگم خونه بسازه. خب ایده بام میخوام بیا اینجا. بذارید بگم فعلا آرچر بگیره و الان وقتشه دروازه بزنی و همینجا باشه. بهتره دیده بانم که اینجاست. به اینجا بذارید من این سربازا رو بفرستم جلو اگه سربازامون بمونن. و اینجا بکش. آهان آهو همینجوری سرباز. خب شما بیر روی آهو. شما هم بری جلو. اینجاست. از زودتر نگاه میکردم. دیده بانمون این ور رو بگرده. دید اینجا. خب یه دونه مدرسه نظامی یکی فعلا نمیشه ساخت. میتونم برم جلو ولی فکر نمی کنم. اینجا بزن اینو بزن. داره سرباز میگیره. بزن ما هم اینجا بنداز. بیمه اینجا و اینجا. آره برای ما هم همونجوری ولی ما نمیتونیم از اون استفاده کنیم از کروسا. بذار بگم ریسرشو بزنم. همینجا دیده بانم بیاد اینجا. میچرخی اینجا و این قسمت 7 نفر بیکار اینجا باش. شما هم این قسمت و شما هم اینجا. آره داره دوباره آماده جنگ میشه. این موضوع جالبیه. واقعا موضوع جالبیه. بذارید ببینم اینجا بنداز. فعلا بهمون حمله نمیشه ولی خب اینا به دردمون نمیخوان. یه کاش مدرسه نظامی اصلا نمیساختن. بیاد اینجا ایمش بزن. بیاد اینور. بهتری دونه بهتری دیگه هم بگیریم و آشش. خب ریسرچ اینجا رو بزنم. سرعت کارگر رو نیومد بالا. نه بیاد اینجا. بیاد اینور. بیاد اینجا. بذارید ببینم چه خبره. اینجاست. کل سربازش اینا هم بزن. بیمر بزن. بکنم داره ایجاب میکنه. فایتو نداد. اینجا و شما هم اینجا باشید. اینو ساختی. این هم اینجا بنداز. تاورا رو ما داریم ارزون میسازیم. باید به این قضیه جوه کنید. بهتر بیشتر از این سربازی نگیرم. بیاد اینجا به جز سپاهی ها. یه دونه هم سپاهی اینجا باشه. بیمر سوا نظامش اصل مشکل دارم. میدونی مثلا اینی که ما سرباز زرهی نداریم مثلمون. بذار خود غذا بخرم و جویی نداریم برای چوب. بیاد اینجا. باید بیم اینور. به اینجا شما هم برای طلا اینجا باشید. اینور. به اینجا اینو بزن.
بعدش اینجا باش. شما هم این قسمت بزن. خب بچه آرچرامون خیلی زیاده و من این موضوع رو دارم میبینم. من باید سریع ایرامو تغییر بدم. بزن 23 نفر. خب این از این اول از سر سمون نظامی میگیریم، آرچر هم ارتبا میدیم. اینجا بزن. بیمر نه بیا اینجا اینور باشه. بذاری ببینم میتونه برم. کار تموم شد یا اینجا بعدم نتونه بره، نمیدونم. شما هم بیرید اینجا چون دیگه قرار نیست چوب به دردمون بخوره. شما هم اینجا باشید. البته میتونم دنبال ژالیکا برم. بریم برای راش به جلو. به جلو. شما هم جلو باشید. یکی از نایتامون اینجا باشه، یکی تون هم اینجا. همینجوری هم نایت بفرستیم هرچی میتونیم. به جلو اینجا. آرچرام مگه ارتباط پیدا نکردم؟ وای تازه ارتباط پیدا کردم. اتفاقا به نظرم فایت خوبی داریم میدیم چون که نیروهای این هنوز ارتباط پیدا نکرده ولی برای ما ارتباط پیدا کرده. بگم بیاد اینو برداره، بیاد اینجا بردار اینجا باش و بیا اینجا. سرباز اینجا باشید، تو اینجا باش. سپاهی میگیرم، به نظرم سپاهی اینجا خوبه. بهتر به سنگ بدیم. اینم هستیم. بگیمش بی جلو. بی جلو. شما همه تو روی آرمور باشید. بی جلو. چی باید بزنیم؟ سرعت استخدام کارگر؟ نه، سرعت استخدام مدرسه های نظامی رو بیشتر میکنیم. بزن بزن. بدیش نخونه. بعد تو همینو بردار اینجا. بزن اینو بزن. راست بوش بزن اوکی آرمور شو ارتقا داد. بزن. بیدیم اینجا باشید. اینجا نیست. نه بهتر یه دونه اینجا بندازیم. چه طلایی داره به دست میاد. ولی خب از اینجا کار باید چوب جمع کنم. بزن. اینور اینجا باشه. بهتر مدرسه نظامی ینیشری بدم و سربازا رو بگیریم. به نظرم روش رو ادامه بدیم. اینجا بید اینجا. این زحمت اینو تحویل بده یا این قسمت. خب مسئله که وجود داره اینه که دنبال اینم که یه بنده بندازم. دوباره بیم روی سنگ. بید اینجا. نمسی. خب سرباز و سپاهی و سرباز بدیم. اوه شت. بیا اینجا. نه چرا با من این کارو کردی؟ بیمش سربازامون رو جمع کنم بعدش. چون نزدیم تقریبا همیشه رو زدیم. ما هم بیا این قسمت. خب مکس شدیم. اینجا بساز. 2 3 4. اوکی مشکلی نداریم. اینور باشید همتون. اینجا باشید. کسی میتونه رو تعمیر کنه؟ یعنی شری نداریم. پس نه باید بتونن تعمیر کنن. بزنید. به جلو. اینجا قلمو ساخته شده رو. اینور سپاهی ها اینور باشه.
یه جلو رو دیدیم چی میگم بهتون با عثمانی دستم خیلی خوابیده. مثلا نگران باخت نیستم دیگه، قبلا خیلی نگران باخت بودم چون خب بالاخره سولو بازی نکردم من، ولی با عثمانی واقعا دیگه دستم خوابیده، میدونم باید چی کار کنم. حالا فرق نمیکنه چه استراتژی دوتا بیس باشه چه استراتژی تک بیس. اگه ترجمه کنی خب دشمن اونم فاتحان 3 بوده. اینم آمار کلیه. خدا نگهدار همگی.